السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع خط‌هایی که امروز خط‌های نو هر روز پیدا می‌شوند، مثلا که در واتساپ ها، در ایمو ها و در دیگر چیزها میپرتم به برادرها که مثلا همین شما با چند نفر بفرستونید، این خیلی میشود و شما مثلا که از با یک خبری نو اومده است که در 100 سال یک بار محتاب با گردی کعبه توب میخورده باشد، هر نفری که دعا کن در این وقت زمان بسیار وقت قبول هست. یعنی که همین خیلی خبرها بسیار میشه. در حقیقت این یک جای تأسف‌آور است که در حقیقت خبرهای دروغ تیز پهن میشد، مانند یک وقتا پیل که چشم همین خیلی اعلان کردن، یعنی که میجش میگیم خمون 5 که کدامی که را بخورد در ویروس گرفتار نمیشد. گفتم که خبرهای باطل بسیار تیزی بعد پهن میشد و پهن میکنن مسلمان ها. این یک طریقه بگیم که فتنه انداختن یهود هست که مسلمان ها را به هر راه از دسته بگیم خیلی در فتنه خودی ما بگیم گرفتار هستیم و از دسته ساده فعلی ما را در هر فتنه ما را به زودی گرفتار میکنن. یک از همون فتنه هاش همین خطاها هستند. همین خطاها هستند که اونها سبحان الله ما و شما به هم میفرستیم در حال کرده در این گناه شریک میشیم. یهود از این کاری کردگیش چی فایده میبیند؟ چرا خیلی میکند؟ به خاطری که این کار میکند که تا اینکه مردم مسلمان یک فتنه را گرفتار شوند، یکم اهل علم پیدا شود و همون فتنه را رد کند، بگه این خطها دروغ هستند، این خبرها دروغ هستند، شما قواق اعتقاد کردین و باور کردید قبول کردین اینها دروغ هستند. گفته وقتی که در اسلام همین خیلی چیزها زود پیدا شدن گرفت، دیگر در اسلام شک پیدا می شود. چی خبری که دیگه بیاد اون میگن دروغ به دست و اینو خیلی به دست و دیگه حدیث هم که باشه دیگه قبولش نمیکنه، دیگه آیت قرآن هم باشه دیگه در شک میافتاد. دیگه به همون خاطر این خبرهای هستن که میخوان که شبهه یک شک در اسلام باندازن. و دوم که هست یک قولهای نو پیدا میخوان که در اسلام کنن. این خیلی خبرها اگر این در نزد همه علم معلوم است که وقتهای استجابت دعا کی است و کدام وقت است و حدیث ها مشهور آمدگی هستند که مثلا در جوف لیل باشد و در روزی نمیچی باشد و کدام وقت باشد و اینها همشون علاقه معین هستند. این گبه هایی که در 100 سال یک بار این واقعه میشده باشد و دعا کنید، این گبه ها اصل ندارن و به این گبه ها متوجه نباشن. باید بنده های مسلمان و خاصتا در همین زمان فتنه باید هر آینه رو به یک اهل علم پیشنهاد کردن به کار و قدشان صحبت کردن به کار است. این خبرها را متوجه نباشید. الله پاک از این فتنه و همه ما شما نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.